سلام و درود، خیلی خوش اومدید به کانال به دنبال حقیقت. پیشبینی عجیب سیمپوسین ها برای سال 2024. بازگشت ترامپ در 17 نوامبر سال 2024 تا رفتن انسان به کره مریخ و موندگار شدن برای همیشه در آنجا و یه سری از اتفاقات که بین هوش مصنوعی و انسان قراره تا این چند سال اخیر اتفاق بیفته در این انیمیشن اسرارآمیز براش اشاره شده و قراره توی سالهای 2024 اتفاق بیفته. خب بچه ها، اگه دوست دارید راجع به این انیمه بیشتر حرف بزنم، چون اینجا ویدیومون خیلی کمه و وقت خیلی کمی دارم، نمیتونم کامل براتون توضیح بدم. ممنون میشم قسمت کامنت ها برام کامنت بذارید و بگید که آیا شما هم راجع به این انیمه چیزایی رو شنیدید و چیزایی رو واقعا توی این اپیزودها دیدید که واقعا به طرز عجیب خیلی غیر عادی این ویدیوها و این سکانس هایی که توی این انیمیشن هست. ممنون میشم در کنارش لایک و سابسکرایب بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. تا ویدیوهای